این اثر نام دارد شکرانه استقلال. اینا بخشیده من به روز استقلالیت تصویر کردم همین سال جاری سال 2024 بخشیده به 9 سپتامبر روز استقلالیت. این اثر ایجادی شخصی خودی من هست، این تخیلی نیست. این فرزندی من در اینجا تصویر شده است که نامش انوره می باشد. من در اینجا استفاده بردم بسیارتر منظره تاجیکستان، منظره های زیبای کشورمون و در این اثر دختری چکمپوش، اگر گپ زنیم من خطا نمی کنم، استفاده بردم که حاضر لباس ملی ما یگانه هست، میتونیم در تمام کشورها معرفی کنیم. برای همین بخشیده به روز استقلالیت من این اثر آفریدم. در روی دسترخوانی ملی ما شکرانه هست که حاضر همه نازکی ها هستن، همه میوه و سبزوات و از هر آن چیزی که بایگری ما هست شکرانه هستن. از همین لحاظ من این اثر استفاده بردم. در این اثر اون چیزی که میبینید گربچه هست است. این گربچه به اطرافی منظره خودمون مینگرد. در دست دخترک میبینید چگونه پیاله به دستش گرفته است، یعنی که شیتسو حلاوت برده از طبیعت خودمون چای می نوشد، یا که می تواند یک بریده نان استفاده برد، یا که می تواند میوه‌ای که در پیشش هست گرفته طعام استعمال کند. برای همین این اثر من خیلی کوشش کردم که لباس ملی را استفاده برام نشان دهم. در اینجا خیلی که میبینید من دخترک تصویر کردم، فرزندم یعنی انوره را. میبینید که دختری تاجیک باید چگونه باشد و چگونه لباس بر کند و چگونه خودش در جامعه معرفی کند یا که در کشور ما معرفی کند. و از همین لحاظ من به سری دخترچه رومالچه بستم تصویر کردم. بعد موی دختری تاجیکی ما دائما جمع باشد و استفاده بردنی هر گونه آرایشات ها برای تصویر کردم. چهلی که میبینید در اینجا دخترچه در دستش دستمانه دارد. این هم از چیزای سنگ های ملی تاجیکی خودمان هست که من این خودم شخصا به دخترچم ساختم و پوشاندم و در اینجا تصویر کردم. این همه سنگ های بدخشانی خودمان هست، کوهستانی بدخشانی خودمان هست. و چگونه نازک شیشتنی دخترک، این هم یک نقش نگاری خوبه دارد که وقتی که ما در یک جا مهمانی میرویم یا دخترک ها مهمانی میروند میتوانند و یا هم خیلی نازک شینند که و دختری تاجیک بودنی خود را معرفی کنند. آداب و رفتار تاجیکانه خود را باید نشان دهند.
البته اثر در دهه با که بسیارتر نقش نگار یافته است. دخترک در روی کات نشسته، حلاوت از طبیعت برده ایستاده است و آن چیزایی که در پیش دخترک هست از همون چیزا استفاده میبرد. در پس منظره تصویر شده است خانه و کوه درختان. این هم باز همون طبیعتی زیبای ما هست که ما در اونجا باید نشان دهیم که در دهه چگونه ما خانه ها داریم، خانه های زیبای خوب داریم که این هم رسم و رسوم تاجیکانه ما میفهماند. و بودن کوه ها دائما من از کوه های طبیعتی خودم حلاوت میبرم که چگونه ما کوه های زیبا داریم. از درختان دائما من رنگ های خوب میبینم، نفس میکشم از این درختانی که هستن. خیلی با من الهام بلندی میدهد این درختان. استفاده بردن منظره در اثر این خیلی یک کشایشی ایجاد کردن رسوم به من خیلی یاردم میدهد. خیلی که در اول قید کردم ایجاد کردنی اثری من بخشیده به روز استقلالیت بود. من میخواهم که جوانان ما، مردمی ما باخبر شوند که ما لباسی ملی داریم، طبیعت داریم، ناز و نعمتی خوردن بار داریم، میوه هستند، نانی ملی داریم. از همین من میخواستم به تماشابین اثر خود را پیشنهاد کنم که در طبیعت ما، در جمهوری ما، در کشور آباد ما همه نازکی ها هستند، بایگری ها هستند. از این رسم و رسوم تاجیکی ما پوشیدنی کرته چکن و با بر کردنی در سر رومال با آداب و با رفتار خوب نشان دادنی دختری ملی خودمان را، تاجیکی خودمان را فهمانم.